14 محبوس هنگام انتقال از زندان‌های ولایت سوخت به زندان‌های جنوب تاجیکستان زهرآلود شده در مؤسسه تفتیشاتی دوشنبه جان باختند. مقامات میگن حادثه شام 7 ایول زمان رخ داد که 128 محبوس به زندان‌های ناحیه یاوان، شهر نارک و شهر دوشنبه انتقال داده می‌شدند. سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان شب 8 ایول با نشر یک اطلاعیه مخصوص گفت این گروه محبوسان در موضع میخوره ناحیه ورزاب از 3 دانه خلب استعمال کرده، بعداً وضعشان وخیم گردید. با گفته منبع این 3 خلب را یکی از محبوسان به 16 نفر تقسیم کرده است و آنها از این خلب ها استعمال کرده، بعداً هنگام رسیدن به دوشنبه نخست بیهوش شدند و سپس جان دادند. طبیبان از میان 16 نفر محبوس که از این 3 خلب استعمال کرده بودند توانستند تنها جان 2 نفر را نجات دهند و باقی 14 نفر دیگر از این حادثه جان به سلامت بردن نتوانستند. سن سال محبوسان از 19 تا 52 سال گفته می شود و آنها از منطقه های گوناگون کشور می باشند. فعلا یک گروه مخصوص دادستانی کلی تاجیکستان این حادثه را تحقیق دارد و به گفته منابع دادستانی قضیه زیر نظر شخصی یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان قرار دارد.